زندگی جانبازی از بحر نمردن بوده است. زین جهان بر آن جهان چیزی نبردن بوده است. هرچی دارد آدمی از مال و اموال جهان، در بقای زندگی از دست دادن بوده است. آن که جانش را نثار جان نثاران می کند، در قیاس خودپرستان اندک و کم بوده است. آن که بعدی مردنش در یادها نامرده ماند، در دلش آتش به هر دو دیده اش نم بوده است. آخر کار همه بدرود عالم بوده است. عمر آدم هم ردیف عمر شبنم بوده است. آن که عمرش اندک و دنیای ارمانش زیاد، در میان مخلوقات دهر آدم بوده است. باده تلخی اجل در زیر گردون اجل، در تگی چرخ سما روز چشیدن بوده است. رشته عمر بشر هر چند طولانی بود، 4 تکبیر صلات خود شنیدن بوده است.